علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالش دیگه است به این معنا که دختری که نکاحش دیگه است اما فعلا در خانه پدر و مادرش هست و در همه جا در زیر اطاعت پدرش می باشد و یا اینکه در زیر اطاعت شوهرش. البته زنی که وقتی که نکاح کرده شدک اصل این زن در زیر اطاعت شوهرش است، زیرا وقتی که نکاح می شود تمام همین مسئولیت هایی که بر دوش پدر بالای دختر بدک، بالای این فرزندشان، بالای این دخترشان داشتن، اینها همشان برمیگردد به دوش امی شوهر و این مسئولیت بزرگ را شوهر به عهده میگیرد. از همین خاطر در اینجا دختر در زیر اطاعت شوهرش است، باید که از شوهرش اطاعت بکند، زیرا اگر در اینجا از شوهرش اطاعت نکند، شوهرش یک حرف دیگر بگد و اما در خانه پدرش یا که برادرش یک حرف دیگر بگد، فساد در این عائله‌ای که با هم یک جاش دیگه هستند، فساد در این عائله می آید و اختلاف در این عائله به وجود می آید. از همین خاطر زن و دختر در زیر اطاعت شوهرش است. اما حالت می شود که شوهر دسترسی ندارد برای، چون که فعلا در خانه پدرش هست و یک سری دستوراتی که پدر میدهد که البته هیچ پدر موحد خلاف شریعت دستور نمیدهد برای این دخترش، حالا شوهر در دسترس نیست همه وقت. در اینجا باید که شوهر با همراه پدر دختر اتفاق بکنند، با همراه عائله همین دختر، به خاطر حفظ همین زندگیشان و حفظ همین اتحاد و اتفاقشان، باید در اینجا مصلحت بکنن که فعلا که چون که الان دختر در نزد شما هست و مسئولیت همون زندگی و حیاتشون را فعلا شما نگه کرده شده اید، پس بله در همین جا مصلحت همین تقاضا میکند که فعلا در زیر اطاعت پدرت باش، تا اینکه چون که این دختر فعلا در پیش پدرش هست و پدرش میدوند که چی چیز بر مصلحت او هست و چیز بر مصلحت این دختر نیست، در چه حالت اذن بدهد و در کدام حالت اذن و اجازت ندهد. از همین خاطر به خاطر حفظ همین عائله و حفظ همین خویش و تباری باید که شوهر رضایت بدهد این که تا وقت آمدنت همچنانه که مسئولیت خانه و خوردن و نوشیدن و لباس فعلا در زیر خانوادت هست، در تحت اونها هست، پس در اذن و اجازت هم در زیر تحت امون پدرت باش، چون که در حقیقت پدر نزدیکتر است به دختر، یعنی در پیش اون هست، در خانواده اونها هستن و در نزد اونها هست و میدوند که چه چیز به مصلحت دختر است. و اما از دور شوهر اینو بکن فلان کار نکن، فلان جا برو و نرو اگر بگد، شاید که در بعضی جاها به درست بگد و شاید در بعضی از جاها به خطا اذن اجازت بدهد یا اینکه اذن و اجازت ندهد. از این خاطر پس اینجا با مصلحت اصل همین است که زن وقتی که نکاح کرده شده در اطاعت شوهرش هست و اما در همین جا مصلحت همین را تقاضا میکند که به خاطر اصلاح این خانواده و به خاطر حفظ همون اتحاد و معامله که بین این دو خانواده هست، باید که شوهر اذن و اجازت بدهد که فعلا از پدرت و از اون تحت کسانی که فعلا هستی از اونها در آنچه که معروف است اطاعت بکن، تا اینکه زن کلا در اختیار مرد قرار گرفته، اون وقت مسئولیت همه کاراش و اذن گرفتن و اجازت گرفتن و بیرون شدن و رفتن و نرفتن همش به دست همون شوهر برمیگردد. بارک الله فیکم.